گرانقدر، وقتی که یک بچه می‌خواهد با دختری نکاح کند، باید بداند که آیا ای در آینده اولاد مرا به درستی و صحیح تربیت کرده می‌تواند یا نه. و اگر دختر خواست که قبول کند، باید این گپ را بداند آیا پسری که برای من انتخاب می شود او می تواند که نسل آینده مرا درست تربیت کند یا نه. اسلام بهترین راه را نشان داده. تربیت از همانجا شروع می شود. معلوم شد که به خاطر تربیت اولاد، انتخاب زن نک، انتخاب عروس نک، انتخاب داماد نک و انتخاب خانم نک ضروری است. حضار گرامی، مرحله دوم تربیت اولاد، وقتی که نکاح می شود باید بر اساس بنیادهای تعلیمات اسلامی و دینی باشد. وقتی که نکاح شد، عروس خانه شوهر خود می آید. در یک محیط جدید می آید. زن و شوهر یکدیگر خود را بیشتر می شناسند. و وقتی که آرزوی اولاد داشتن در آنها پیدا می شود، در این جریان او به درگاه خدا دعا کند که اولاد نیک به او بدهد. برای اولاد که یک عمل خاص وجود دارد و وقتی که زن و شوهر برای انجام این عمل قدم برمی دارند، از خداوند بخواهند که خدای مهربان ما را از شر شیطان نجات بده و او چیزی را که تو می خواهی به ما بدهی، او را هم از شر شیطان نجات بده. حضار گرامی، قسم دعا کنید که ابراهیم برای اولاد خود دعا کرد. خدایا اولاد نیک به من عطا کن. طوری دعا کنید که حضرت زکریا علیه السلام دعا کرد. خدایا به من اولاد نیک عطا فرما، بدون شک تو دعاها را میشنوی. جای افسوس است. هر جا که شریعت به خاطر اصلاح ما حکم می‌دهد، ما در آنجا بعضی چیزها را اضافه کرده ایم. زنهای کلان خانواده، زنهای بزرگ دوست و قوم، زنهای بزرگ همسایه ها که از آن روز آگاه نیستند. عروس و داماد جدید را دعا میکنند که خداوند به یک بچه مثل ماه بدهد. محترم حضار گرامی، اولاد مثل ماه ضروری است که اولاد نیک ضروری است. سر زبان هر کدامشان امی دعا است. دختره مثل ماه بدهد، بچه مثل ماه بدهد. ما هم امی قسم دعا میکنیم. وقتی که زن حامل است هم دعا میکند که خدایا به من اولاد زیبا بده. ای تو دعا نمیکند که خدایا اولاد نیک صالح عطا فرما. حضار گرامی، از میان دلایل بنیادی این یک دلیل است. تا زمانی که از خدا برای داشتن اولاد نیک و صالح دعا نکنیم، سلسله تربیت اولاد صحیح صورت نمیگیرد. از رنگ و نور، از حسن و زیبایی چه به دست میآید؟ آیا چهره ابولهب به یاد شما نیست؟ اینقدر زیبا، اینقدر سفید، اینقدر جذاب. کمی میخندید روی سرخ میشد. کمی قهر میشد، در چهره او سرخی میآمد. اما انجامش چه شد؟ ذره نیکی و خوبی در او وجود نداشت. هر دو دست ابولهب شکست و نابود گردید. به طرف دیگر حضرت بلال را ببینید که حبشی است. چهره او سیاه است. لبهای او دبل است. اما چقدر با ایمان، چقدر با تقوا، چقدر زیاد محبت خدا در وجودش، چقدر خواستن رسول خدا که در این زمین ادامه دارد اما در بهشت شنیده می شود. حضرت محمد و بلال می گوید که من صدای قدمهای تو را در بهشت شنیدم. به جای دعا به خاطر داشتن اولاد زیبا، اولاد نیک از خداوند بخواهید. حضار گرامی، مرحله سوم تربیت اولاد، وقتی که خداوند در نتیجه دعاهایتان اولاد به شما می دهد و این نعمت را در دامن شما انداخت، شما به طریق اسلامی از او استقبال کنید. از طریق راههای هندی استقبال نکنید. از طریق راههای غیر شرعی استقبال نکنید. با ساز و آواز شادی نکنید. و یاد داشته باشید استقبال او دختر و استقبال او پسری که به طریق غیر اسلامی می شود، او اولاد فرمان بردار خدا و رسول و پدر و مادر نمی شود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده که شما چطور به طریق اسلامی استقبال اطفالتان را کنید. وقتی که طفل پیدا می شد،
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از او چه قسم استقبال میکرد؟ پیامبر ما و شما 5 گپ مهم را درباره سلسله استقبال اسلامی گفته است. 5 تاره. سخن اول تهنیک، یعنی وقتی که طفل پیدا شد او را پیش یک انسان نیک ببرید تا به گوش او اذان بدهد و بزرگی خداوند را بیان کند و به خاطر او نظر شود. و گپ دوم را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: التبریک، برای طفل دعای برکت داده شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای این گپ یک ثبوت عملی داده. وقتی که کدام طفل پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده میشد، پیامبر خدا او را با بسیار محبت در آغوش می گرفت. پیشانی او را ماچ می کرد و برای او دعا می کرد. همان دعا را یاد بگیریم و وقتی که در خانه ما طفل پیدا شد همین قسم دعا را برای او کنیم. پیامبر خدا با دیدن طفل نوزاد می گفت: خدایا به این بچه قدرت درک دین را بده. خدایا این بچه را در دین ثابت قدم نگه دار. پیامبر خدا برای طفل معصوم دعا میکرد: خدایا این طفل را عاقل راه خودت و هدایت کننده دیگران بگردان. چقدر دعاهای خوب است، چقدر الفاظ خوب است. برای نیکی اولاد خود باید دعا کنیم. برای تقوای اولاد خود دعا کنیم. برای پرهیزگاری اولاد خود دعا کنیم. برای اولاد خود دعا کنیم که خدایا این طفل مرا فرمان بردار خود بساز. فرمان بردار خود، فرمان بردار پیامبر خود بساز. بعد از آن فرمان بردار پدر و مادرش بساز. خرابی ها را پیدا کرده بودیم و در تمام این چیزها هیچ کوشش نکردیم. به همین خاطر اولاد ما در مقابل ما نافرمانی میکند. مرحله 4 تربیت اولاد از شریعت اسلامی معلوم می شود. با خواندن بسیاری از احادیث پیامبر این گپ برای ما معلوم و واضح می شود. وقتی که طفل به گپ زدن شروع کند، آهسته آهسته الفاظی را شروع به گفتن کند، نادانی زنان ما را خودتان فکر کنید. طفل وقتی که به گپ زدن شروع می کند به بچه می گوید: پدر کلان بگو، مادر کلان بگو، عمه بگو، ماما بگو، کاکا بگو. یا طفل یک ناسزای کوچک میگوید بسیار خوشحال می شود. زنگ زده و بعضی دوستایشان میگویند: شنیدی ناسزا گفت. احساس فخر می کند. یک دفعه به شریعت رجوع کو که چی میگوید وقتی که طفل به گپ زدن شروع می کند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که طفلتان به سخن گفتن شروع می کند کلمه لا اله الا الله را به زبان آنها جاری بسازید. طفل وقتی که به فهمیدن شروع می کند، شروع به فهمیدن بین خوب و بد می کند، شما به طفل بگویید که نگهدارنده او کیست، پرورش دهنده او کیست، چه قسم به دنیا آمده است. عظمت خدا را در دل او بانیم. در دل او ای را جایگزین کنیم که ای طفل من، بجز خدا دیگر کسی بخشنده نیست. ای طفل من، بجز خدا دیگر کسی کمک کننده تو نیست. ای طفل من، بجز خدا کسی دیگر ضرورتت را تکمیل کرده نمیتواند. وقتی خواستی از خدا بخواه. اگر تعریف کسی را کردی اول تعریف خدا را کن. به این طریقه اطفال را باید تربیت کنید. حضار گرامی، این اصول را شریعت به ما میگوید. وقتی که او کلان می شود و شعور می گیرد، قابلیت انجام دادن عبادت ها را پیدا می کند. او را پایبند عبادت ها بسازید. حکم نماز خواندن را بدهید وقتی که 7 ساله شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می گوید وقتی که 10 ساله شد و نماز نخواند او را بزنید. اما جای افسوس است. به خاطر شکستاندن یک چیز خانه و به خاطر ضرر رساندن به خانه، والدین بیش از اندازه اطفال را میزنند. اما به خاطر تشویق نماز شاید بسیار کم از والدین ها برای اطفالشان دست بالا کرده باشند. در سلسله تربیت نماز خواندن اطفال یک توجه خاص ضرورت است. بر روزه گرفتن عادت بدهید. صدقه دادن را با دستهای معصومشان عادتشان بسازید. بالا کردن دستهای معصومشان را به درگاه خدا یاد بدهید. او زمان می توانیم اطفال را تربیت کنیم. از گذشته یاد بگیرید.
چه قسم بنده نیک خدا شود، چه قسم فرمان بردار خدا شود. خدا چی را دوست دارد و چی را دوست ندارد. آداب خواب کردن، آداب بیدار شدن، آداب رفتن و بیرون شدن از تشناب، آداب ملاقات، تمام آداب به او یاد داده شود، قسمی که پیامبر به اطفال یاد میداد. حضار گرامی، بعد از آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گپ سوم را میگوید. وقتی که زمان نامگذاری طفل میرسد، بهترین نام را برای او انتخاب کنید. ما با ماندن نام بازیگران فیلم بسیار خوشحال میشویم. بسیار خوشحالی میکنیم اگر نام بازیکنان کرکت باشد. ما از ماندن نام که هیچ معنا و مفهوم ندارد خوش هستیم. به خاطر نام گذاشتن دو گپ گفته شده. با صفات خدا کلمه عبد را برای پسر و برای دختر کلمه امد را بگذارید. امتالله صدا کنید. نام امتالرحمن را مانده صدا کنید. امتالبصیر نام بگذارید. و بچه را عبدالرحمن گفته صدا کنید. عبدالله گفته صدا کنید. عبدالبصیر، عبدالحسید گفته صدا کنید. از میان 99 نام خدا یک نام آن را شما انتخاب کرده می توانید. یا نام اطفالتان را مثل نام پیامبر بگذارید. یا از نام آنها انتخاب کنید. نام انتخاب نکنید که بوی بد شرک از او بیاید. غلام مصطفی نام میمانند. دستگیر نام میمانند. مولا علی نام گذاشته می شود. مولا بخش نام گذاشته می شود. هیچ معنا و مفهومی ندارند، بلکه در هر لحظه با زبان ما یک جمله بسیار کلان شرک خوانده می شود که ما به او توجه نمی کنیم. معنای دستگیر یعنی دستگیری کردن در مصیبت ها، هم دست شدن. مولا علی گفته است که مشکل گشای انسان ها است. معنای غلام مصطفی یعنی همیشه غلام پیامبر خدا باشد. بنده غلام پیامبر بودن هم میتواند، بنده غلام خدا شده میتواند. وقتی که پیش پیامبر خدا این قسم نامهای به معنا می آمد که هیچ معنا و مفهومی نمی داشت، یا این قسم نام می آمد که معنای خوبی نمی داشت، پیامبر خدا چی میکرد؟ پیامبر خدا او نام بد را به نام خوب تبدیل میکرد. یک صحابه که نامش حزن بود، که معنایش بودن در غم زندگی یعنی غم زده، پیامبر خدا نام او را تبدیل کرد و سهل نامید. یعنی زندگی کسی که در سهولت بگذرد او را سهل میگویند. گپ چهارم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید العقیقه، یعنی وقتی که طفل پیدا شد ضروری است که او را عقیقه کنید. حضار گرامی، در سلسله انجام دادن عقیقه بسیار بی احتیاطی می شود. ما وقتی که عقیقه می کنیم، وقتی که طفل کلان یا 26 یا 27 ساله می شود، وقتی که عروسی شود همراه ولیمه یک جای عقیقه می کنیم. عقیقه و ولیمه هر دو یک جای می شود. حضار گرامی، درباره عقیقه سنت پیامبر ثابت است. در 7 روز 14 روز یا در روز 21 کنیم و بر علاوه این خرابی که در بین زنهای جامعه ما است عقیقه را فراموش می کند. اما به خاطر ختنه بسیار با شوق جشن می گیرند که از اسلام به دور است. حضار گرامی، باید به این چیزهای کوچک بسیار توجه کنیم. گپ پنجم را پیامبر می فرماید التحلیق، موی سر طفل باید تراش شود و به اندازه آن طلا یا نقره نصب کند یا خیرات بدهد. این چند سخن از طرف پیامبر خدا بود که از نقطه نظر تربیت برای ما گفته